دارم به خدای احد و واحد التماس میکنم که یا جون تو رو بگیره منو خلاص کنه یا منو نجات بده تو رو بکشه. من که سال 12 ماه روز رخ شستن جامو کردم خیلی میدونم. گفتم ای خانم. چه گفتی؟ ببخشید گفتم ای خواهم، به خاطر خدا هم که شده این الاغ رو برگردم. خم شد یه دونه سنگ از رو زمین برداشت. از سنگ‌های حکومتی؟ ما دیگه واردیم. سنگ واسه یه همچه روزی از خونمون با خودمون خب بعد چی شد؟ بعد سنگو پرد کرد، سنگم درست خورد به پای چپ الاغ و اونو شکست. خدا رو شکر. چرا قربان؟ نمی‌فهمی مردی که شانس آورده ای که سنگ به پای راست الاغت نخورده. به قول شاعر اگر از سنگ، اگر از خاک، اگر از سیم باشد یا طلا، حاکم بدون مردم چون سنگی است بر درب خلا. از شاعر گمنام معروف به میرزا کمال الدین اشعرالشعرای التماسی متخلص به ابوی است. نشونه گیریمون یه کمی سست. تازه این یارو دستی تمام رختای شسته من رو ریخت تو رودخونه. بی خود به جمع. راست میگوید الاغ چی؟ بله ای حاکم محبوب فعلی. غلط کردی. با چه جرأتی رختهای چرک این زنه که رو ریختی به رودخانه پاچه حکومتی؟ بابا رختها شسته شده. رخت مختایی بچه ها آقامون بود قربون. حالا همه‌شون بی رخت میمونن. میگن حاکمی یه کاری بکن ما حتمون از این یارو بگیم. حال نکن. نمیدانستم حکومت چنین مشکلاتی دارد. بلند شده نمیخواد اینقدر آب خوره بگیری. با خوره های کدوم باقید آب خوره بگیرم؟ یعنی خشک مر مادر این ناخشک تو رو به من غالب کرد. من کی گفتم آب خوره بگیری؟ گفتم نگی. چرا شرکان سفکان دارم؟ حالا بگیرم یا نگیرم؟ نه بابا برش.